الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه. اما بعد، در برنامه امروز تنویر در مورد یک ضرب المثل افغانی صحبت میکنیم که این ضرب المثل بسیار زیاد مشهور است که میگن عیسی به دین خود و موسی به دین خود. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. آیا این ضرب المثل مشکل داره و یا هم نداره و چی وقت استفاده میشه؟ ما شما میفهمیم این ضرب المثل مردم وقت استفاده میکنه که یک برادر در مجموع در کار برادر دیگری کار میگیره و او را مثلا دعوت میته به طرف نماز، به طرف زکات، به طرف روزه و سایر اعمال خیر، مهم اعمال خیر. و این اعمال خیر ایره دعوت میته. خب وقتی که اینا رو دعوت میته، یک برادر دیگه، برادر اولی دعوت میته، برادر دومی میایه و این ضرب المثل به کار میگیره، میگه که چی کار داری برادر؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. یعنی در کارش کار نگی و بگذار هر کسه به کارش. خب اینجا دو موضوع پیش میاد. یکی موضوع اولی که کار به کار دیگران داشتن، آیا این درست است و یا خیر؟ این موضوع را میمانیم، اگر فرصت شد در موردش گپ میزنیم. اما موضوعی که فعلا ما شما در موردش باید صحبت بکنیم موضوع دومی و مهم است و اویی که این ضرب المثل آیا مشکل داره و یا خیر. در حقیقت به طور خلاصه بگویم دوستای عزیز، این ضرب المثل یک ضرب المثل کفری هست و مشکل عقیدتی داره. مشکلش چی است؟ مشکلی است که وقتی که یک شخص امی ضرب المثل به کار میبره، فکر میکنه که عیسی علیه السلام دینش چیزی است و موسی علیه السلام دینش چیز دیگری است. در حقیقت دوستای عزیز، تمام پیامبران الهی از آدم علیه السلام گرفته تا نوح، تا ابراهیم، تا موسی، تا عیسی، تا محمد علیهم السلام اجمعین، تمامشان مسلمان بودن، تمامشان دین واحد داشتن، تمامشان یک دین داشتن، دین واحد. شاید شریعتایشان با هم فرق میکردن. شرع موسی، شرع ابراهیم علیه السلام، هر کدام از خود شرع جداگانه داشتن و در برخی مسائل با هم شریک بودن در شرع و یا شریعت. اما دین واحد است که او چی است؟ اسلام هست. همه پیامبرای الله متعال مسلمان بودن. بریم قرآن کریم باز بکنیم که الله متعال چی میفرماید. الله متعال در مورد ابراهیم علیه السلام چی میفرماید؟ ابراهیم پدر انبیا، الله متعال در موردش میفرماید که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، هنگامی که ابراهیم علیه السلام قواعد بیت الله متعال بلند میکرد، امرای پسرش اسماعیل علیه السلام چی میگفت؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. این دعا را میخواند که ای پروردگار ما، از ما قبول بکو، یقینا که تو نیک شنوا و بینا هستی. بعد از اون میگفت که ربنا پروردگارا وجعلنا مسلمین لک، ای پروردگار ما را، اردوی ما را مسلمان بگردان بر خود، یعنی ما را در دین اسلام قرار بده. ای ابراهیم علیه السلام. بریم ببینیم که عیسی علیه السلام چی میگن. عیسی علیه السلام که میگن که عیسی به دین خود و موسی به دین خود. ببینیم که عیسی علیه السلام چی میگه. اینجا الله متعال میفرماید در مورد عیسی علیه السلام فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى الله، هنگامی که
عیسی علیه السلام از قوم خود از بنی اسرائیل کفر احساس کرد، گفت که قال من انصاری الی الله، کی است که مرا پشتیبانی بکنه در مورد دین الله متعال؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتند که ما انصار و پشتیبانان دین الله هستیم. آمنا بالله، ما ایمان آوردیم به الله متعال، وشهد و شاهد باش به اننا مسلمون. این بود عیسی علیه السلام. بریم در مورد موسی علیه السلام ببینیم. موسی علیه السلام چی میگه؟ موسی علیه السلام به قوم خود میگه که و قال موسی علیه السلام به قوم خود میگه یا قوم، ای قوم من، این کنتم آمنتم بالله، اگر شما به الله متعال ایمان دارین، فعلیه توکلوا، بس به او توکل کنین، این کنتم مسلمین، اگر شما مسلمان هستید. ببینیم نوح علیه السلام چی میگه. نوح علیه السلام اینجا الله متعال میگه که و تل علیهم نبأ نوح، برشان قصه نوح علیه السلام بخوان. اینجا باز در آیت بعدی نوح علیه السلام برشان چی میگه؟ فإن تولیتم، به قوم خود میگه که اگر شما روی بگردانید، فما سألتکم من اجر، ما از شما هیچ اجر و پاداش را نمیخوایم. این اجری الا علی الله، اجر ما یقینا که بالای الله متعال هست. و امرت ان اکون من المسلمین، و ما امر شدیم ای که از جمله مسلمان ها باشم. ای بود دوستای عزیز در مورد اونمو در مورد پیامبرای مختلفی که اونا دین الله متعال، تمامشان دین الله متعال یعنی اسلام بر خود نسبت دادن. بنابراین وقتی که یک کسی میگه که عیسی به دین خود و موسی به دین خود، باید که متوجه باشه که چی از دهنش مبرایه. الله متعال ما را علم نافع نصیب بکنه. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.